سلام بر همگی، علیش هستم. امیدوارم حالت خوب باشه هر جای دنیا که هستین و خواستم ویدیو امروز ریاکشن بریم ببینیم که چی میشه. Let's go. خب بریم این ویدیو رو ببینیم. خب همونطور که میبینید ماساژه و اینکه آتیش میزنه. این چیز جدید دیدم خدایی. اوه شت. اوه دهنت سرویس باحال بود خودش. شت. بریم بعدی ببینیم چیه. سایه خدایش حق داشت. منم هیچی نفهمیدم. پشمام ریخت. بریم ویدیو بعدی. میشه برای سحری بیدارش کردم. یعنی این خودم جزش میگم. بریم بعدی. شیت. دوباره سرش زد. دوباره سرش زد. یعنی گفت نگاه نکن دهنت سرویس. خب خیلی حالشی گرفتی. خب بریم ویدیو بعدی ببینیم چیکار میکنه. ای همین چیکار داری میکنی؟ دیوارت منو خورد. ماشاءالله خوب میخوره. بذار یه امتحان بکنم. میگه کارت منو خورد ماشاءالله خوب میخوره. بذار دهنش. یا شت. خدایی حق داره. ببین پول آدم زیاد بخوره آدم میخواد بششه توش. این کار که سهله. Stop it. Get some help. وای بریم ویدیو بعدی. سم بود دن سرویس. جناب این چنده؟ بعضی کاسه با همین؟ آره 40 تومن. ولی 40 تومن خار ماشین حسابو گفت. راست میگه دستور زد. ولی 40 تومن خاره. حالت رفیقم وقتی در خونه تنها. من تازه گرفتم. میگه حالت رفیقم وقتی تو خونه تنها است. اونجا دیگه خیلی سم بود. بریم ویدیو بعدی. میگه وقتی هیچ کدوم گواهینامه نداری. خیلی آنگش اوه بچه ها مامور یه وای سگه رو گذاشتن جلو. این چجوری رانندگی میکنه؟ برام سوال شد. شت. آها گرفتم. مگه اینکه روی دنده خلاصم. تو کامنت ها بنویسید چجوری سگی رانندگی میکنه. ولی دهنشون سرویس چه حرکتی زدن. ببینیم ایشون چیکار میکنه. چی بلدی؟ دارن منو میبرن جلوشو. دفاع شخصی یا بالای 18 است. فاک. Let's go. بریم ببینیم اینجا چه اتفاق میفته. میگه من اگه مریض بشم رفیقم پشت در اتاق. چی میگی تو؟ نمون برو بیرون. نکنه بمیره خونش بیفته گردن ما. نه بابا این زیاد سکته کرده نمیمیره. اوه البته ممکنه بمیره ها. چرا؟ آبدو خیار خورده بود. منم که آبدو خیار خوردم. نه بابا شما انگلیسی بلدی. این فارسی هم به زور حرف دیپلمش هم به زور گرفته. مرد؟ نه آقا چی مرد؟ همراه شما هستین؟ بله بفرمایید خودم هستم. چه نسبتی باش دارین؟ مگه اتفاقی افتاده؟ مرد؟ نه آقا چی مرد؟ هی مرد این کی آوردین با خودتون؟
رفیق نیست که اسرائیله میگه برد دهن تو سرش. ایشون شاگرد مغازه بغلیشون هستن. یه بار رفته بود برای داداش. تازه شاگردشه. میدونم حالش خوب نیست. بعد ببریمش تهران یه بیمارستان مجهزتر برای عمل. رفیق کجا بود؟ نزگاه میگه وقتی خونه دوست دفتری دعوت شدی ولی دوستت باباش دعوت شد و باباش انداختش بیرون از خونه ولی خودت فقط موندی. قیافه رو خدای آدم چیکار کنه تو اون موقعیت. خب بریم ویدیو بعدی. میگه رفیقی که فقط بلد گند بزنه. بریم. امی جان بودو جنگی عرق میگیری میای من میترسم. خب بگی بابا میترسم جمع جمعیتونه بودو پنجشنبه دیر وقت بودو هیچی نگاه نکن پول جلو باره کردی همین باید پول عرق نبود مال میگیرن. گاوی بابا میگه تو دیگه گاوی. ولی خب یارو به ترسی چیکار کنه شما بگید. میگه تو دیگه گاوی. میگه وقتی یه اون اشتباه رفتی. برو. خیلی سمه اینو خودی. بچه اینم ویدیوی ریاکشن امروز بود. امیدوارم که از دیدنش لذت بوده باشید و اینکه تو کامنت ها واسم بنویسید چون ویدیوی دوست دارید که ریاکشن بزنیم روش و اینکه تا دیدار بعد بدرود تا بدرود و سرود. خیلی دوستتون دارم و همیشه موفق و سرفراز و سرساز باشید. Let's go!